چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم سراغ ماینکرافت اما هاردکور و با موس و کیبوردیم دیگه. آره بچه‌ها، اگه صدام بد میاد ببخشید، چون با موس و کیبوردم گوشیم یکم دورتر از حالت عادی بود، حالت معمول. و برو ببینم. برو آقا، برو دیگه، برو. حالا بکن بچه‌ها. مرسی چی مگه ویدیو تموم شد. You didn't have to cut me off. Like we were nothing. آقا مگه ویدیو تموم شده؟ I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. من بچه‌ها لایک و کامنت دنبال کردن فراموششه. به نوبتی بریم سراغ ویدیو. لیتس. بچه‌ها از F5 در اومدیم. بریم چوب بکندی آقا، چوب. بچه با موس و کیبوردم هستم. اگه صدام یکم کمه بچه ببخشید، بعد یه میکروفونی جور کنیم متاسفانه. و خب آره دیگه بچه‌ها، لایک و کامنت فراموش نشه. من انرژی بخوام. لایک کن آقا. 6 تا جوره دیگه. چقدر؟ خب همشو شروع کنیم. یه کلنگ و پکس میریم پایین. ما رفت. حالات این رو بندازیم. بیا باید. خب اینجا یه دونه سورد، این اون آن. خب چه صدایی داره میکنه؟ اینو میذاریم اینجا، اینم بر میداریم، اینو میذاریم کالستون بالا، چوب باشه چه نیاز شه. این فرنس هم میذاریم اینجا. تمام. خب اینو میکنی. خب میریم به داده دوستن. اینجا پورتال خراب شده است. بابایی دیگه نی؟ نه بابایی دیگه نه. فکر کنم این پورتال خراب شده اونجا. بریم دنبالش ببینیم چه خبره. شویرکه اینو نیاز دارم. بابایی بچه من 2 تا الان دیدم کردم. شاید بگی رنگش فرقه، میریم رنگش میکنیم. بزرگم هست. چون مادر دیگه ویلک دیگه این کارا. چه بزرگه. یه قشنگ. بابا برو دیگه. سبحان الله، فرم ندید روش. آقا اینجا خواستم برم سورد و اسمش یک که بهتر. فرینتن استیل اینم خوبه. 2 تا ابسیدیان هم بلک نیست. فورشین یک میزنیم بالا. تنگی هم به در اومدم دیگه. شرط نیست. اینو باید یادمون باشه متاسفانه، چون من نمیدونم. باید یه از این حسشون چیه. حسش یادم رفت. قطب نما بسازیم که متاسفانه بنده قطب نما آهن نداریم. اگه میساختیم با یه از این سپوکر چی اسمش اینا چیه لودستان میتونیم چیز کنیم. اسمش چیه اون حالت انچنتی بکنیم. اسمش چیه بابا؟ اسمش چی یادم نیست. اسم حالت انچنتی میشه که قطنمای سمت این لودستانه. ولی خب من خواستش بزنم میره تختمونم آقا جور شد. به نادر فقط گوشنم این که من پس کنم. چیزا تو برسی دارم بنداز دیگه. گوشنمه. خب همین سمت خوب باید چیرش چوبش خوش بده. ما باید داخلی آقا یه دونه از اینو بده. این تختی بکنم چون بنده رنگ زردی دوست دارم. بشون خب چه زشته.
چون من نه فیزیک سوسک زدم نه چه خودش دیش شده بنجه شاید هم خوشگل باشه برگردیم نمیدونم میخواستیم اون سیاه رنگ کنیم ولی دیگه دوستان سفید حوصله رنگ کردن نداشتم. آقا ویرش کجاست؟ البته 4 قدم هم راه نرفتم نصفش این چیزه بودم همین پورتال ندر خراب شده. ولی بچه اگه کننگ دایموندی داشتیم میتونستیم هم اول کاری پورتال ندر بسازیم ولی متفسانه نداریم و آره کنن 2 تا داشتیم obsidian تو این چسته و آره خب یه پرش قدرتمندانه که پرش نزدم ولی خب برو ببینم مرد ولی دمیج بدید کتافت کرده گوش دیتم برای خود آقا یه ویلیج بده دیگه ای وای بر من زمین صاف نیست نمیدونم هیچ ایده ای ندارم ماشاءالله گوش نمونه گوش نمیشیم اینجا هاردکور این حرفا دیگه چیه هاردکور کنن خیلی بیشتر گوش نمیشه متاسفانه نه گوشنمه چه کاریه من گوشنمه شیش شدم کمک من گوشنم چی کار کنم توی گوشنه بودم چرا من باید چرا گوشنه بردم رندوم بار پیام نه نمیدونم منطق رندوم کلیک رو زدم اینو بردش بده گوشنمه بخور کوفتت بده آقا بده دیگه سرعت ریده مالی داره چون میگه نداریم سبحان الله خوک علی دیگه نمیرن میبینه آها آقا بده بگو بگیم بکن حمله بزنیم بیدو برداریم فکر کردم این لحظه چیز اومد بذار دیگه زامبی خودمون نمیاد خواب میبونیم بی خواب یک هدو بچه 100% بچه سری میخواست تموم شه تو این وضعیت بعد جوری تمیش خوردیم بابا آرام برو پایین مرد مومن یعنی نگاه کنید نمردم یه خدا رحم کرد قاعدتا میمردم سری همین قسمت اول سری فاندمی بود این نظامی نه چه کرمیناله خودم برو بالا دیگه من 10 بار برو دیگه مرد مومنی نیست مرد مومن نیست بیفتم نگاه مثل یه ببایی میمیرم آره ببایی تو بالا خب به همین سمت باید بریم رو برامون احتمال 500,040 میلیارد ویلیجر باید باشه نباشه من پوش میدم
بکنم قرار ریمیکس اسنا باشه. این اسنا ما رو ببین چه درخت رو داشته باشه، چه خوشگله. بیتاه ها، بیتاه این شکلیه. چه خوشبله. ماینکرافت بالاخره یه چیز چرت و پرت اضافه نکرد. گشنمه. یا حضرت لگ، لگو دارید؟ کمک. لگو داشته زنگه منطقیه. خداحافظ بابا. قرد شو دیگه. میگم برای چه قلقه. وای یا حضرت لگ. گشنمه. چوب بده. بچه اگه بابام دوباره زیگزت ببخشید. راه برو مگه نون نخوردی. یه دونه دو تا میزنم فقط بپز. گشنمه چیکار کنم. با چقدر لگ شد تفتوش. کمک لگه یا حضرت لگ. دیگه دونه. خب بخور. با چه صدا دیگه نمیاد. آهان چون با این ماشالله قد منطقه. هی خدا پوشت گاو داره. من گاو نمیخوام. من گاو پیشم بخورم. البته خوک حرامه ولی از رو مرامه به قول داشت حسامه. بلا دو بار شانس آوردم. 10 بار فالمه شدم و فقط سر شانس. یا حضرت شانس. یا حضرت اصول بودم. چقدر من اصولم. سلام ببین هر دوتاشون شتک کردم بجز بچه مثل که اینجا ویدیو دیدید به همین سادگی ریده شد به هاردکور بنده. بچه‌ها هاردکور همین قسمت اول ماشاءالله نوب سگی تموم کردیم. مرسی که تا اینجا آمدید. ویدیو بنده رو دیدید. لایک و کامنت دعا کردن فراموش نشه و اگه میخواید دوباره این سری رو شروع کنین تو کامنت ها بگید دیگه حوصله ندارم.